شیخ حسن رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو عوض کرد و یکی دیگر رو جاش گذاشت. البته ما اصلا نمیدونستیم همچین ستادی هم وجود داره، ولی خب گویا یه عده‌ای هم هستن که با قاچاق کالا و ارز دارن مبارزه میکنن، اما ما خبر نداشتیم. به آقای محترم، بنده شما رو به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق منصوب میکنم. خیلی کار مهم و خطیریه، خیلی هم سخت و طاقت فرساست، چون مسئولیت زیادی بر عهده جناب عالیه. حتی یه پشه هم نباید از مرزها به صورت قاچاقی رد بشه. البته یه استثناء هم هست، این سپاه پاسداران بعضی وقتا به صورت قاچاق یه مقدار مواد وارد کشور میکنه. حالا زیاد مهم نیست، جهت مصرف داخلیه، اونا رو کارشون نداشته باش، ولی به جز این هیچ پشه‌ای نباید از مرزها قاچاقی رد بشه. این آیت الله مکارم هم گاهی یه مقدار شکر قاچاقی وارد کشور میکنه، اونم مصرف داخلیه، کاری باشون نداشته باشید. اما به جز این هیچ پشه‌ای نباید از مرزها قاچاقی رد بشه. فقط ببین یه سری از این اقوام مشترک ولایتی و لاریجانی هم بعضی وقتا چند تا ماشین قاچاقی میارن، اونم مصرف داخلیه، کاری نداشته باشین، مثل این رد چند. اما به جز این دیگه هیچ پشه‌ای نباید از مرزها رد بشه. خوب شد یادم اومد، اخوی بنده هم گاهی اوقات برنج و لوبیا قاچاقی میاره. آستان قدس هم یه مقدار لوازم خانگی قاچاقی میاره، اونم مصرف داخلیه، کاری باشون نداشته باش. اما به جز این هیچ پشه‌ای نباید از مرزها قاچاقی رد بشه. ببین اصلا تو یه کاری کن، بیا این پشه کشو بگیر، میری میشینی پشت میزت، هر چی پشه خاص وارد بشه رو میزنی هلاکش میکنی. یعنی یه پشه هم نباید رد بشه، متوجهی؟ با بقیه هم خب کاری نداشته باش. حله تفهیم شد؟ حالا پاشو زودتر برو، پاشو آقا پاشو. کجا میری؟ ببین پشه کشو یادت رفت.